خنده خورشید تابان از برایم دولت است. صبح پاک تاجیکستان از برایم دولت است. کشور من تازه رنگ است از بهار دوستی. زیستن همراه یاران از برایم دولت است. با بیان چنین معنی‌های زیبا درود میگوییم بینندگان عزیز. برنامه محافظان وطن است. تقدیم از قسم نظامی 45005 کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان منظور شما. ناگفته پیداست که در هر دور و زمان هیچ یک دولت و حاکمیت و خلقیت به لشکری توانا و رزمنده که امروز قوه‌های مسلحش مینامیم وجود داشته نمیتواند. این است که از گذشته دولتداران برای تأمین امنیت شهروندان و حفظ مرزهایشان جزء و تامهای مختلف سازمان میدادند، زیرا این قوه صلح و ثبات، آرامی و آسایشتگی مردم و امنیت هر کشور را تأمین می نماید. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر مستحکم نمودن قابلیت مدافعوی کشور، بلند برداشتن سطح آماده باشی جنگی، بهتر گردانیدن شرایط مادی تکنیکی و باز هم خوبتر نمودن وضع اجتماعی خدمتچیان حربی غمخواری پیوسته ظاهر می نماید. در قسم حربی ما با هیئت شخصی خدمتچیان حتمی حربی منتظم در سمت هویت ملی، تربیه جوانان و بلند برداشتن حس ملی هیئت شخصی وابسته به افتخار وطنداری و صادق بودن به وطن و سوگند حربی در اساس برنامه‌های تعلیمی، مشغولیت‌های تعلیمی برگزار گردد. این چنین وابسته به مسئله مذکور با مقامات‌های حفظ حقوق، شعبه و ریاست‌های داخلداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده واخوری و گذراندن چاره‌بینی‌های عملی دایر کرده می‌شود. خوشبختانه امروزها چون دیگر نظامیان محبوب وطن، هیئت افسران قوی اراده و کاردان و سربازان صادق با مسئولیت و اراده متین در این محیط و مکان آباد خدمت دارند و این گوشه زیبای وطن را حفظ و حمایه. عین حال در سرتاسر کشور وابسته به دعوت شهروندان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی‌ها دایر گردیده و تا به امروز در قسم حربی ما از 50% زایدتر قبول نودوت شدگان به صف قوه‌ها در کشون‌های مدافع گراجدنی عملی کرده شده. برای فراغت و تأمین شرایط معیشی برای سربازان تمام چاره‌بینی‌ها عملی کرده شده و تا حال به هیئت شخصی سر و لباس، جای خواب، خورد و خوراک به پورگی تامین گردیده. در این سمت یگان کمبودی‌ها به قید گرفته نشده است و چاره‌بینی‌ها برای مشغولیت‌های اولین درجه، مشغولیت‌های اولین حربی موافق طلبات‌ها دایر کرده می‌شود. در این فرصت نچندان زیادی تاریخی جوانان محبوب وطن به خوبی کیها درک نمودند که خدمت صافدلانه و صادقانه بهر حمایه مرز و بوم و نگهداشت یک پارچگی وطن عزیز و محبوب تاجیکستان عزیز امر ضروری است و هم قرض فرزندی و فرزانگی است. ناگفته نماند که در صف قوه‌های مسلح کشور خوشبختانه امروز جوانان زیادی صاحب استعداد و صاحب تخصص به ویژه معلومات عالی داشته خدمت مادر وطن را اجرا می‌سازند. در برنامه نوبتی ما چهره‌گشای بعضی از جوانان خواهیم شد که آنها در برابر خدمت مادر وطن را اجرا نمودند، هم دارای تخصصی عالی هستند، هنر و هنرمندی را از خود می‌کنند و بسیار از نازکی‌های کسب و پیشه خویش برخوردار. من ختم کننده دانشگاه دولتی مالیه اقتصادی تاجیکستان میباشم و بعد
ختم دانشگاه برای ادای خدمت حربی اومدم. خدمت در سر هر یک فرزند تاجیک ملت ما فرض است باید از کله هر یک از سوقیچه. من خودم به خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان دعوت شدم و کالج را ختم کردم، بعد اومدم خدمت کرده شدم. من قادرا مظفر از شهر اصفهان دعوت شدم. من دانشگاه متالورگی شهر چکالوس رو ختم کردم و من میخوام بعد ادای دانشگاه خدمت حربی را ادا نمایم. چونین اقدام نجیب و پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از یک جانب جالباً سربازان ما را رخ بلند و هوشیارتر نموده است و از جانب دیگر توانست که اقتدار ذهنی و حرب و ضرب آنها بالا گردیده حسیات وطنخواهی و وطن سراییشان بیشتر و والاتر گردیده باشد. همان زلی که هر نفر و هرچی از هر یک قسم نظامی جست آن را بیشتر دریافت. مشق و تمرین، هنر آموزی، دانش اندوزی و جستن جاده جسوری و مردانگی کار همیشگی و روزمره جوانان حساب می‌یابد. سربازانی که به قسم‌های حربی کمیته ایالت‌های فوق‌العاده شامل می‌گردند، بعدی شامل شدن به قسم واحدها و آنها صحبت‌های فردی دایر کرده شده وابسته به هنر استعداد آنها تمام معلومات‌ها جمع آوری کرده میشن موافق واحدهای اشتاتی دایر به همون هنر و استعداد آنها به وظیفه‌های اشتاتی تعیین کرده میشن و سربازانی که دارای هنرهای شخصی یا هنرهای علاوگی می باشند در تمام چاره‌بینی‌های قسم حربی و بیرون از آن دایر به همون هنر و استعداد خود هنراشون مورد نمایش قرار می‌دهند. جالب دقت و ارزنده ستایش این است که امروزه سربازان قسم و واحدهای نظامی قواهای مسلح مملکت در برابر اجرای خدمت حتمی حربی باز به صیقل دادن هنر و دانش و معرفت مشغولند. برتری و افضلیت در آن دیده می شود که شماره زیاد این سربازان صادق صاحب ذوقند و هوسکار. هدف خدمت کردن رو مردانگی هر یک جوانمرد رو میفهمید، چون که این باید هر یک جوانمرد خدمت کنه، چون که وقتی که مکتب مردانگی میره خیلی چیز رو میآموزی، هم شاگردان رانندگی میگیری، هم قسم‌های الکتریکی رو میآموزی. مقصد میوه در این تاجیکستان خودت هم خدمت میکنی، هم بعد جای کار میکنی، هم همه چیز بهتری میشود، هنر میآموزی. تاجیکستان به هر یک جوانمرد نیاز دارد که چون که اومده خدمت کنه وطن مادرش رو محافظت کند. هر یک انسان باید با وطن مادر خودش محافظت کند و صادقانه خدمت کنند. شرایط خوب است، خورد و خوراک، جای خوب، چیزی که ما در بیرون میشنیدیم این چیز نیست. این رو ما توسط آینه نیگل تماشا میکردیم و در اینجا بعدی که با این قسم حربی 45 و 05 دعوت شدیم، من فکر میکنم که اینجا جای بهترین است برای ادای خدمت و همه شرایط ها برای ما مهیا شده است. مهمیت خدمت حربی در این است که در اینجا ما در وطن خواهر و برادر خود را حمایت میکنیم. من بعد خدمت حربی نقشه دارم که خود ختم کرده دانشگاه هستم و صاحب دیپلم شدم. بعد ادای خدمت میخواهم که در کسب و کار خودم ادای وظیفه نمایم. سعدی دولتов از ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه می باشد. پس از تحصیل یک سالت در مکتب موسیقوی شهری مسکو فدراسیون روسیه به صف خدمت نظامی شامل شد. امروز با دلیری و چابکی در جبهه مردانگی خدمت می نماید. با قرائت افاده‌ناک شعرهای بلندغایه و نصیحت آمیز از باب مادر وطن رغبت بیشتر دارد. طول 2 سال می شود که خدمت مادر وطن را ادا کرده شدم. در مرحله های انجامیابی البته. بله. میدونید که چند مدت پس مثلا شما به خانه برمیگردید؟ امیدوارم که روزهای نزدیک به خانه برمیگردید. چه هنر و استعداد شما را همراه بود میان سربازان عموما در همه قسم نظامی؟ من بسیار در سرودخوانی هوس دارم. من میخواهم که از خدمت حربی وقتی که خدمت حربی را ادا کرده با سر بلند نزد والدان خود خویش اقربا برمیگردم، میخواهم که همین
дар ягон институти санъат ё ки дар ягон донишгоҳ дар бахши фарҳанг санъат дар бахши фарҳангу санъат дохил шавед, онро дохил хатм шавам. кунед. Бале. Яъне нақшаҳо ҳамин гуна аст. Бале. Аслан ба хондани шеъру суруд то ҷое маълумот дорем, ҳавасманд ҳастед, завқ доред. Хуб, ягон суруд дар васфи модар ватан сароида метавонед? бале. Марҳамат. در دل را برایت وانمودم تو را بر دیده و دل جانمودم با جسم و جان خود احساس نمودم تو را بر دیده و دل جانمودم دل و دل داد رسپوبلیکای من دل و دل داد رسپوبلیکای من باشرد یار باشرد یار رسپوبلیکای من رسپوبلیکای من метавонед як суруд дар бораи модар бихонед? یادی روی تو کنم جان آچه جان بالو تن مسوزدم جان آچه جان از فراقی مهری گرم جان آچه جان همیشه از تو خواهم خدای مهربانم ای کاش ببینم دیداری آچه جانم. лаҳзаҳои рӯзҳое фаро расидааст ки шумо ба назди волидон, ба назди хешу ақрабо, ба назди дӯстону рафиқон бармегардед пас аз итмоми иҷрои хидмати ҳатмии низомӣ. чӣ таманниёт доред? ва ҳамаи ҷавононе ки хизмати ҳарбӣ ҳоло накарданд, ҳамашонро ба хизмати ҳарбии ватан модар даъват карданем. қувваҳои мудофиаи гражданӣ як ҷузъи таркибии қувваҳои мусаллаҳ ба ҳисоб рафта дар ҳифзи муқаддасоти истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи худро мегузорад. муҳайё гардидани чунин шароитҳои хуби хизматӣ аз ҳар як афсар ва сарбози содиқи ватан тақозо менамояд ки хизматро баҳри ободӣ ва тинҷуву амонии кишвар сидқан ба ҷо оварда, он вазифаҳое ки дар назди онҳо гузошта мешавад бо сари баланд, бо шарафона ва саршор аз ҳисси баланди ватандӯстӣ иҷро намоянд. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, вазифаи ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи талаботи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи марзубуми ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарзи шаҳрвандии мо ин хизмати ҳарбӣ ба шумор рафта, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст ки мувофиқи талаботи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ҳарбиро адо намуда, ватани худро ҳамчун модар ҳифз намуда ва қарзи ватандории хешро адо намояд. дар робита ба ин вобаста ба давраи даъвати хизматчони даъвати шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз фурсат истифода намуда даъват ба амал меорем ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон барои марзу буми ватан омода буда ба сафи қувваҳои мусаллаҳ бо хоҳиши худ дохил шуда қарзи шаҳрвандии хешро адо намояд. барои ҳифзу ҳимояи марзу буми ватан ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст. гузарондани машғулиятҳои ҳаррӯза, дарсҳои назариявӣ, суҳбату вохӯриҳо пайваста аз ҷониби афсарони бо таҷриба доир мегардад.
من سرباز قطاریک مزده جویدم در ناحیه کوهستان ماسچو تولد شدم. طول 7 ماه میشود که در قسم حربی 45995 ادای خدمت مینمایم. شطوری که خود شاهد هستید شرایط خدمت به نهایت خوب می باشد. در مهلت معین به ما سر فرمای نو میده و خورد و خوراک به نهایت خوب است. 3 وقت خوراک گرمی سیر غذا می باشد. پیش از خدمت آمدن میخواستم دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست جمهوری تاجیکستان را داخل شوم، اما متاسفانه بله من کمی کرد و من راه پیش گرفتم به خدمت حربی. در 7 ماه خدمت شهری که شده هستند پیشتر به ما کورسی کوتاه مدت الکتریکی و کامپیوتری بود که ما در آن اشتراک نموده صاحب شهادتنامه گردیدیم. در لحظه های خالگی مشغول میشدم به بازی های ورزشی، فوتبال، والیبال و باز به خواندن کتاب ها مشغول میشدم. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است، همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداری است. پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همان جمعی پریشانش نمیبینم وطنداری است. من سرباز قطاری اوتاف مونیس طول 7 ماه میشود که در قسم حربی 4595 کمیته ولایت فوق‌العاده و مدافع اجرایی از حکومت جمهوری تاجیکستان ادای خدمت مینمایم. من پیش از آمدن خدمت حربی دانشجو بودم. دانشگاه دولتی شهر بخترا به نام نسخه خط نموده. پس از اون با خواهش خود به خدمت حربی دعوت شد. بعضی جوانان هستند که بعد از ختم مکتب میانه کوشش میکنند که صاحب حجت رانندگی شوند، اما امکانیت به آنها بیشتر دست نمیدهد. من که بعد از ختم دانشگاه چی بودم، این هم اقدام پیشگرفته محترم جناب عالی می باشد که یک دستگیری از طرف حکومت دولت بهر جوانان و پیش گرفتن با حجت رانندگی تامین کرده شود و صاحب حجت رانندگی می شوند. پیش از خدمت آمدن طول 2 ماه در مکتب‌های رانندگی تحصیل می نمایی و پس آن صاحب حجت رانندگی شده به خدمت حربی دعوت می شود. در مکتب رانندگی راندن ماشین چخیل محرک کار میکند، از چند قسم عبارت است. ماشین های کلان حجم همه همین رو می آموزم به ما استادانمون. شاجایزه یگانه من وطن است، شاهنامه پرفسانه من وطن است. به محبت و مبالغه این نفر چهره است. مخلصانی سرشمار دارد و کیهاست که هنرمندان جوان سبک و هنر و مهارت ناتکرار این نفر را میشناسند. با کدام سبب؟ از آنکه او آواز گوشنواز دارد و هنر و ذوق و استعدادی طبیعتاً فطری. این نفر محمد جان شاکیروف زاده شهر کانیبادام باستانی است. نفر است که در هنر ممتاز، موفق و در صنعت و سخن حرفه‌ای، اشتراکداری چندین آزمون و روزهای فرهنگی تاجیکستان در خارج کشور، غالب جای اول و گیرنده جایزه آزمون آواز طلایی در سال 2015 می باشد. قرار داریم در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان که یکی از دانشگاه عالی حیات است که برای ما شرایط فراهم می آورد که دوستان زیاد از هر منطقه پیدا کرده باشیم. من خود بعد غالبیت در آزمون جمهوری آواز طلایی با دستور سپارش و هدایت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان به دانشگاه عالی کشور کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلعت خوجا ستارov داخل گشتم. بعد تحصیل در این دانشگاه عالی دعوت شدم به خدمت حتمی وطن مادر و امروز باشد خدمت وطن مادر را با سر بلند پیش برده ایستادیم. برای جوانانی که حالا به خدمت حتمی حربی دعوت میشوند گفتنی هستم که مردم در سیمای ما حامیانشون را میبینند و ما باید به این باوری سزاوار باشیم. در دانشگاه ما مشغول نشدیم به نواختن اسباب‌های موسیقی گوناگون و تمام ژانرها رو از خود میکردیم و میخوندیم. خب شما از عهده نوازی شما نواختن کدام اسباب‌های موسیقی برآمده میتوانید به خوبی؟ از اسباب موسیقی پیانینه و تمام اسباب‌هایی که تاری و کمانی هستند تا قدر امکان مینوازیم و تا درجه در دیگر کشورهای مملکت دنیا توانستیم که تا قدر امکانی باشد تاجیکستان از رو معرفی کرده باشیم. شما مثلا به کشورها سفرهای خارجی نمودید؟ پیش از اومدن به خدمت حربی ما سفر کردیم به دولت همسایه کشورمون ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روزهای فرهنگی در آنجا دایر گشت و در یک فستیوال جمهوری بین‌المللی در
آذربایجان اشتراک کرده بودیم که از جمله تاجیکستان برآمد کردیم و 21 دولت جهان اشتراک کرده بود. برآمد کردیم از ژانر عنعنوی ششمخان و همچنین با زبان تازه تاجیکی در وصف وطن سرود خوانده بودیم. چون ژانر ششمقام شهرت جهانی پیدا کرده است، کی هاست که مرحمت؟ ای عزیزی دوری من یک شب بیا بر خانم، روبرویت شینم و گویم همه افسانم. چون تو رفتی از برم بیچاره خون شد این دلم، بی تو اکنون هر کجای می روم ویرانم، بی تو اکنون هر کجای می روم ویرانم. رفتم و در انجمن گفتم سخن از عشق تو، ناصحی بشنید و گفت حقا که من دیوانه‌ام. تو قسم بشکستی و من در سری عهدم هنوز، من همان دیوانه که نشکند پیمانم. رفته ای و رفته نور از خانه چشمان من، باز برگرد و بیایی روشنی خانم. در سراغ دور و گوهر تا کجا می روی، در سراغ دور و گوهر تا کجا می روی. ای عزیزی من بیا در عشق تو یک دانم، ای عزیزی من بیا در عشق تو یک دانم. اکثریت انسانایی که در وصف عشق سخن میکنن معشوقه را در نظر دارن و ما باشیم که امروز سرباز وطن هستیم، پزمان مادر هستیم. عشق اول و آخری ما که عشق اساسی ما مادر است، برای مادر میبخشیم. برای مادر میبخشید. برای مادر چی میبخشید مرحمت؟ خدمت وطن مادر که ما امروز پیش برده ایستادیم برای مادر است و برای حفظ مرز و بوم تاجیکستان عزیز است و میخواهم برای کل مردم فرهنگی تاجیکستان یک سرود وطن خوانده باشم. مقام و آشیان من وطن، مکان من جهان من وطن، توان و پشتیبان من وطن، نمک بخون و جان من وطن، شرفم اطمینان من وطن، الیف و نیم و نام من وطن، اصل برین بکام من وطن. وطن بهشتی نقد و جاویدان، وطن زیرفتگان ما نشان. وطن بهشتی نقد و جاویدان، وطن برای نسل ما مکان. مقام و آشیان من وطن، مکان من جهان من وطن، توان و پشتیبان من وطن، شرف هم اطمینان من وطن. مفهوم و مندرجه محوری سرودهای محمد جان را بیشتراً موضوعهای وطن دوستی و مردانگی و خودشناسی ملی تشکیل می‌دادند. خشم داریم که تا تمام کردن خدمت در این قسم نظامی بسیارتر شعرهای مادر رو ایجاد کرده باشیم و شعرهای وطن رو ایجاد کرده باشیم که تا به اتمام رسیدن خدمت چند نوار داشته باشیم، با همخدمتان خود سرود خوانده باشیم و نوار خاطره گرفته باشیم و دائمی افتخار میکنیم که ما با قدر باشدم مرز و بوم خود رو محافظت میکنیم. از عشق و عاشقی چون جوانان زیاد هستند، مثلا خوانده میتوانید ترانه؟ بله. زلفانی میده داری، لبی پر خنده داری، زلفانی میده داری، لبی پر خنده داری، به نظر جان شیرین حسن زیبنده داری، به نظر جان شیرین حسن زیبنده داری. دو زلفی تاب دارد، دو رخساری انارت، دو زلفی تاب دارد، دو رخساری انارت، و چیزی با عزیزم دو چشمانی خمارت، و چیزی با عزیزم دو چشمانی خمارت. مویهایت چون شب سیاه، رخسارت مانند ما، مویهایت چون شب سیاه، رخسارت مانند ما. دل و جان را نگاه را برده ای با یک نگاه،
دل و جان را نگارا برده ای با یک نگاه زلفانی میده داری لبی پرخنده داری زلفانی میده داری لبی پرخنده داری به نظر جان شیرین حسن زیبنده داری به نظر جان شیرین حسن زیبنده داری. خدمت وطن مادر انسان را مکمل و مستحکم می‌گرداند و بر راه راست مستقل حیات انسان را وادار می‌سازد که خود مستقل باشد. این مکاتب عالی حیات برای هر یک جوانمرد شأن و شرف است، ناموس ملت است، ناموس وطنداری است که ما باید حتما در خدمت کمر همت بندیم که تاجیکستان عزیز را حفظ کرده توانیم. معلوم گردید که جوانانی که نوکک به صف قواهای مسلح کشور پیوستند با یک افتخار ملی میخواهند خدمت مادر وطن را سربلندانه اجرا سازند. در همین بستگی برنامه ما انجام یابد. تا برنامه‌های نوبتی سعادتمند و پیروز باشید.